دوستان یک بسته همین الان پست آورد، بازش کردم دیدم زغاله. الان داریم نگاه میکنیم. زغال سنگ فرز آنکور روی مینی فرزای سنگ فرزای متوسط، هر شرکتی باشه برندی باشه بهشون میخوره دوستان. الان من اینو باز کنم ببینیم جنس و کیفیتشون رو یک لحظه با هم نگاه کنیم. بله بهترین جنس، بهترین کیفیت، اصلا زغال جنسشون مشخصه که خیلی کیفیتشون خوبه دوستان. زغال خیلی خوبی اومد برامون. اینم از زغال سنگ فرز مینی فرز رونیکس 3111، سایزشون 6x10. اینا فیشی هستن. سنگ فرز متابو، سنگ فرز بوش 1361، مینی فرز 1347، مینی فرز 1700، سنگ فرز بزرگ رونیکس. سنگ فرزهای رونیکس زغالشون خیلی به سختی گیر می اومد، خود شرکت هم موجود نداشت. سنگ ماکیتا متوسط، سنگ فرزهای متوسط ماکیتا، این هم زغالاشونه. بعد یک زغال دیگه هم اومده اینجا. آها، یک زغالی که اصلا تو شهر سرمان گیر نمی اومد، ما بزار سختی بدبختی پیداش کردیم. زغال ناسیونال، زغال جارو برقی دوستان. کسانی که جارو برقی خونه هاشون دارن زغالشون خراب شده، زغالشون تموم شده، زغالی ندارن، اون هفته 2-3 بار میان میپرسن. به زغالشون خیلی در 3 سانت 4 سانته، فانرش هم داخلشون هست دوستان. ما یه بسته گرفتیم 10 جفته، به نظر من 10 جفت میمونن. دوستانی که زغال جارو برقی لازم داشتن ما فی‌الحال 10 جفت موجود کردیم. زغالای دیگه موجوده، ضمانتی از زغالا کلا ضمانتی هستن. این مدلشون جنس و کیفیتشون خیلی خوبه. یه بی ایرادی مشکلی داشتن ما در خدمتشون هستم، و هر مدل زغال داشتن دوستان ما داریم تو مغازمون. فعلا اینا یه مدلی هستن، اینا رو مدلای کمیابی هستن که الان ما اینا رو سفارش دادیم. 6x10 کلا اصلا گیر نمیاد. 6x10 فیشی، این فیشی اصلا گیر نمیاد دوستان. این زغال خیلی سرسختیه، خیلی کم پیدا میشه. من براتون باز کنم ببینید. این زغال کسی نداره تو شهر سرمان. ما دیدیم بارها پیش اومده سنباده زدن، کوتاه کردن، سوهان کردن، جا زدن، ولی این زغال الان دیگه تو فروشگاه ما موجود شد الحمدلله. ما تعداد 10 تایی آوردیم، گفتیم ببینیم کیفیتشون چجوریه. واقعا کیفیتشون خیلی عالیه، واقعا عالیه. دوستان زغال داشتیم ما در خدمتتون هستیم. السلام علیکم و رحمت الله.